آقا سلام، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به اولین ولاگ این چنل. امروز داریم میریم یه جای باحال بدون مال بزرگ توی شفیلد یوکی. قراره با یکی از دوستای خوبمون بریم. بعد از مسیرم براتون فیلم میگیرم میذارم، از بریم پیشش. ما همین الان پیاده شدیم. ما که نه، من الان باید بریم سمت ایستگاه ترام، یه ترام بگیریم، از اونجا بریم سمت اون جای خفنی که بهتون گفتم. بعد آقا حالا شاید واسهتون سوال باشه که چرا توی همچین هوایی عینک زدی و اینم آفتاب که نیست و یه همچین چیزایی. خب واقعیتش این که من شبا خیلی توی یوتیوب و کلا اینترنت و چنل رو چک کن و نمیدونم اینستا رو نگاه بندازه و اینا، چشام خیلی میسوزه. خیلی باده بیرون که میخوره دیگه قشنگ آدمو روانی میکنه. در همین عینک میزنم کمتر اذیت میشم. این کسل اسکوئر، نه این نیست، میگن کسل اسکوئر. ما باید بریم اون ور وایسیم تا ترام بیاد. بچه‌ها اینجا پوری خیلی داریم، یعنی هر کدومتون میتونه یه پوری برداره ببره خونش. اینم از تابلو. بعد داره شاید بازم واسهتون سوال باشه که من چرا هودی پوشیدم. اینجا انگلیسه، به آب و هواش نمیشه اعتماد کرد. درسته تابستونه مثلا فلانه، ولی خب بازم سرده. بچه‌ها اینه دیگه، باید با اینا بریم اونوری. از اون پل رد میشیم و میریم سمت یه جای خیلی خفن. برسم اونجا بهتون معرفی میکنم. آقا ما بالاخره اومدیم، پیدا کردیم رفیق ما رو. نگاه، سلام، چطوری؟ بچه ها لونا بچه ها اومدیم مدهول، یکی از بزرگترین مالای یوکی. تقریبا هرچی بخوای اینجا هست، نه؟ این قسمت کلا غذا و رستوران و ایناست. اینم از اینم اینجاست. اینم یه ببینید خودتون، یعنی فقط قسمت غذاش اینجوریه. یعنی این دور انواع و اقسام رستوران ها هست. از اینجا دور میزنه نداشت تا اینجا فرار میکنه از کامرا. یه شهر بازی خفنی ایران مال خودمون فکر نکنم برسه، ولی خب رفیق دختر که داریم نصفتون، یعنی نصف اعصابتون از دست میدید. جدی بهتون بگم الان کامرا به جای اینکه مثلا رو صورت من باشه تو دماغ من. اینجا ببین میگم رفیق دختری نیست. برای این 60 پوند دمپای مامان بزرگ من همینجوری بود. امروز آخر هفته است، اینجا هم خیلی شلوغه. یا خر یا خر. کدوم اینا خره؟ این خره؟ احساس بچه‌شو ببین. چجوری این خره بعد بچه‌ش هم خرتره؟ میشه بگی؟ خیلی خره. کلن ابراز علاقه لونا اینجوریه که یه چیزی رو دوست داشته باشه و مثلا از یه شیء چیزی خوشش بیاد میگه خره. این خره. این میگه خره. آدریان تو. این الان منم. آره دیگه موهات هم شکلیه. وای اصلا خودته. خودمه؟ آره. شاید به خدا باز این یه چیزی پیدا کرد. این شبه اونه بیروت. یه چی پیدا کردم مخصوص بیگز موج عزیزم. اینجا تمسا داریم. یادی تو موقع مثلا بچه بودیم مامانمون میگفتن تخم دو زرده میذاریم، تخم دو زرده. شاد میشه. خیلی هستم. دیگه این که خدا رو شکر شبیه من نیست. نه بعدم میام تو بگیر. بریم یه جا دیگر رو نگاه کنیم. کاغا بگی یا چیا پیدا کردیم.
تنها خونه ای که چقدر من میتونم بخرم همینه. آره از اینا بگیریم بذاریم توی اتاق چیز یا روم استریم. اینم آره قشنگه. این چیز نیست. وای چقدر من عاشق این شدم. چشم نگاه. اون چشی که بهتون نشون دادم گفتم من امروز نگاه کن اینجا هست. اینو خیلی من خوشم میاد بچه‌ها. ببین اینجا مثلا مپ این مالیه که ما اومدیم. خب اونجا مثلا جاهایی که مثلا سمت راست و چپ میری هست، اسمشون هست. بعد اینجا که میای میخوای ببینی کجای مپی که تو بری سمت مغازه‌ای که میخوای، اینجا زده you are here. هر قسمت این مدوهال باشی زده you are here، یعنی اینجا باشی همین جایی، اینجایی، هر جایی اینجایی. اصلا این نمیدونم برای دقیقاً. بعد اصلا خب باشه من اینجا مثلا فکر کنم من قبول میکنم من اینجام. خب من کجام؟ الان اینجای نقشه سفیده، بعد اینجا بچه بیناموز زده، من کجاشم؟ بچه ها اومدیم اینجا یه بازار سنتیه، طبقه همکف، سرپوشیدن هست، کلا چیزای خفن و باحال داره. دشمناتون همه دشمناتون. اژدهای چت کلا دونا هم ویدیو نمیگیره. خب بچه ها میخوان چیز جالب ببینن، نمیخوام قیافه تو رو ببینن. بچه ها نمیخوام با هم آشنا شن، با خود آشنا شن یا بس آخه خدای نگاه این کن. بچه ها این آدریان اگر حیوان بود میشد این. همیشه خدا خسته. خب میرسیم به یه جای خیلی مورد علاقه من. مورد علاقه تو، مورد علاقه خودت، مورد علاقه من. میدونستی که جیپسی کینگ خب بابا بزرگ من بوده. بعد اون ارسش به من نرسید. داداشم گیتار میزنه فقط. پروپاگاندا. خب بچه ها میخوام بریم یه جایی که مطمئنم هممون خیلی دوستش داریم. چیه جا؟ هری پاتر. خاطر هدای عشق، یعنی به عشق خودتون. چنل به مانیتایز برسه، چنل رو ساب کنید، از اینا میگیرم واسه پاتردا میفرستم. این جدی ها. گردنبنده رو بگیر. چقدر خفنه. خیلی بد نگاه میکنه. دابیه دیگه. دابی خوبی نیست. دابی خیلی خوشگلیه. ببین نسخه هیروی خودت. بچه‌ها لونا قبل اینکه موهاش قرمز باشه موهاش این درنجه بود. این قشنگ میتونه اگه هیرو بودی قشنگ میتونه سیم باشی. بچه آدریان رو مشاهده میکنید نه این قسمت. اینجا حضرت سلیمان بود، نه چیزی. عیسی مسیح. حضرت وارد هندوستان میشیم. میری جانی ها. چقدر خدایی؟ مصریا، هندیا. مصری و هندی و در همین حتما متوجه شدم. اکشن فیگور. این خدا وکیلی جای اکشن فیگور سام اینجا خالیه. خدای شبیته. کدوم شبیه؟ هر چی سیبیل داره شبیته. نگاه بچه‌ها نظر با شما. داشتم عمو سام میگفتم ببین جای اکشن فیگورش اینجا تو این پیوپی خیلی خالیه، یعنی باید اینجا میبود کل اینجا اونو میشناخت میفروخت. مایکل شوماخر پلاستیکی. این چوبه پلاستیک نیست. اینو بگیر. چند از اینا دوست داریم بگیریم بذاریم تو اتاق. من تو زمستون. پدرای ایرانی وقتی حوصله‌شون سر میره روز جمعه. بچه‌های ترسناک باز. یه دونه رفیق داریم به شرط میگم از این ترسناک‌تره تو شهر. اومدیم تو خیابونیم تقریبا یه چیز جذابی نداشت واقعیت. همه
همش لباس و اینجور چیزا بود. جذابی نبود بهتون نشون بدیم. الانم تقریبا باید یه رو باید پیاده برسیم یه فروشگاه دیگه داره مثلا آیکیا. آیکیا بهش میگن آیکیا. این فروشگاه دیگه است. بریم یکم اونجا ساب بزنید، لایک کنید، دوست داشته باشید. یه ویدیو میگیرم همه رو پرنگ میکنیم. جدی ساده‌اش چطور؟ بچه‌ها واقعا اینجایی که رفتیم این مدئول خیلی جای بزرگیه و اینجوریه که مثلا تو میری داخل یه قسمتیش دیگه کامپلت خسته میشی، یعنی اصلا حال یه قسمت دیگر رو نداری. باز مثلا یه جایی مثل ایران ما درسته بزرگه، مثلا بکنم 1 کیلومتر خورده ای فقط هست طول و ایناش، خب ولی مثل اینجا نیست. یعنی ایران مال میشه گشت، آدم حوصله‌شو داره، همه هموطنن، بعد باحال مثلا هر چیزی باشه میتونی با طرف کناری بیای برای ویدیو گرفتن و اینا، ولی اینجا نه. اینجا ما رفتیم پرسیدیم برای ویدیو توی دونه گیمینگ روم بود، بعد طرف برگشت گفت نه من باید برم منیجر بپرسم. رفت پرسید اومد گفت نه بریم بیرون. یعنی اصلا شوخی با کسی ندارم. بریم ببینیم چه خبره. چی پیدا کردی؟ بچه آهو پیدا کردیم. خوشمزه است؟ خیلی یاد ایران افتادم خودم. یاد ایران؟ چقدر خوشمزه است. شاید ببین اون داخلش نمیشه رو وگرنه خیلی داره. یه روز میاد همتون رو میاریم اینجا با هم دیگه توت میخوریم. بعد یه چیزی هم بهتون بگم، این خانومی که اینجا میبینید اهل کجاست؟ شمال. گیلان. بچه محل پوری ایناست. یه دونه از اینا بخور. تو شمال ما میگیم هر کی از اینا بخوره بعدش لال میشه. یه دونه تست کن ببینیم لال میشه یا نه. یه دونه شو بخور. نمیشه خود، خب این سفته. تو هم امتحان کن. شاید دیگه خودتون شاهد باشید من اینو میخورم ها. تلخه. ای حرف بزن. دهنم چسبید. راست میگن آنم لال میشه. لال شدم الان دیگه. میخوایم بریم اونجا تازه، خب باید از این ور بریم. زرده 3063. وای چند وای اینو ببین، جیه آبی خیلی نازه، خیلی نازه. یه دونه مشکیش هم داره میاره بیرون. اینجا رو ببین داخل. هم از آیکیا بزرگ داریم ورود میزنیم. اینم لونا یه بای بای. یعنی خدا شاهد انقدری که این منو میبره این منو اونور. های گایز میخوایم خرید کنیم، امیدوارم. البته کلا وقتی میخوایم خرید کنیم باید خانم‌ها تنها برن. پسرها کلا آقایون قاعدتا باشون نباید خرید داره. اصلا فرق نمیکنه نسبتش چیه، دوستته، شوهرت باشه، بابات باشه، فرق نمیکنه. با خودت تنها بری تو بتونی خرید کنی. ولی بریم اینجا رو بهتون نشون میدیم. حالا خیلی هاشون ممکن دیده باشین، ولی برای بچه‌ای که داخل ایران هستن خب قاعدتا میتونه جذاب باشه براشون. خوش اومدیم آشپزخونه ما. اینجا اینو نبینید، این برای خودمونه، همش برای خودمونه. قیمتو میشه چیز نداره، اصلا قیمت نداره. خونه رو گذاشتیم برای فروش. بچه‌ها بفهمید غذا هم هست، هستیم در خدمتتون. همه چی هست، فقط آب نیست. چه خلوته. بچه‌ها اینجا معمولا خیلی کم پیش میاد که اینجوری خلوت باشه، ولی خب حالا خدا رو شکر خلوته. شاید خدایی به سلیقه من از یک تا 10 چه می‌دونم. ببین چی رو پیدا کردم، چه دیزاینی. مستقیم بیا. بکن اینجا جایی باشه که سیمونی Play a game. بک‌گراند اون ور باشه، خیلی بوده. اینو شیفو زده دیگه. قسمت خانده بود، قسمت اولین قسمتش توی همچین جعبه‌ای چیز قازه پیداش میکرد. بگی واسه شون اینه رو بگی. سلام چت. خدایی نگاه کن،
انگار 5 سالشه. اون صندلی کودکه. صندلی چیه؟ کودک. منم بچه برمون دارم دیگه. میشه چی؟ Take it home today. یعنی چی؟ یعنی بعد رو خونه؟ آره. ببریم. خب با پول بدی ببریم. خودشون نوشتن دیگه. پول که نمیشه. من سیریاب خودم. اینجا قسمت کودک هستش. من خیلی علاقه به این قسمت یه ندارم. لحظه یادی شیفو اونجا پاندا رو زده بود. خب اینجا اومده توالت. چه اخمویی؟ اینجا روبروت. بچه ها لونا از اینا میخواد، از این قاب عکس ها. والله توته که دل منو بریدی. بچه ها دوربین میره روش خجالت میکشه، مظلوم میشه. یک اژدهای توی آف کامرا اصلا نگم بهت، من پاره کرده این. مونا لونا نمیدونم. گاو دیگه، اینا گاو هلندی هم. حس خیلی بدی داره. بو هلند میده. خیلی چقدر؟ گاو میده دیگه. چقدر قیمت رو نگاه. فرش فقط واسه یه همچین چیزی ابریشم میخواد. پوست گاو دیگه. این از این گاواست که دو رنگه. پایینشو بگی بچه‌ها ببینن. شاید از اینا میخوایم. چقدر باحاله. نگاه کن. این بقیهش کو؟ شاید اینو ببینیم. این پشت سگ نصف سگه. بقیه سگ کو نمیدونم. تقریبا 20 دقیقه است داریم راه میریم. فقط در خروج رو پیدا کنیم و هیچ دری رو پیدا نکردیم الان. بعد یه سری آدم هستن انقدر بغلمون رد شدن حس فامیلی بهشون دارم دیگه، دارم حس پیدا میکنم. بعد با یه میوه‌ای که به امداد معلوم نبود چی بود، کل بدنم خشک شده. مثلا ویدیو بعدی این چنل با زبون اشاره است فکر کنم. هر ایرانی شما تو انگلیس پیدا کنی، خب یه دونه از اینا تو خونش داره. چرا واقعا؟ حالا میبینی. من مامانم همینا پتو شده. هشو وقتی هوا گرمه میایم بیرون با خودتون یه باچه آب بیاریم. چرا گنج آب پیدا کردیم. بازم اول باید بریم حساب کنیم. چت اینم از ولاگ امروز. خیلی گشتیم، خیلی راه رفتیم. همین الانم از آکیا اومدیم بیرون و خیلی دوستتون دارم. خیلی مرسی از اینکه نگاه کردیم ویدیومونو. خیلی دوستتون داریم. مراقب خودتون باشین. خیلی هم مواظب خودتون باشین. با ولاگای بیشتر میایم، ویدیو داریم، چالش داریم، یه عالمه کارهای خفن قرار بکنیم و اینکه هر چی رو دوست داشتین، دوست نداشتین، انتقادی چیزی، خیلی راحت توی کامنت بذارین. همه رو میخونیم، جوابم میدیم. چشای من این، مواظب خودتون باشین.